آیا میدونستید لوگوی شرکت هواپیمایی هما به سال 2013 به عنوان بهترین لوگو هواپیمایی دنیا شناخته شد؟ اما داستان این لوگو از کجا میاد؟ ادوارد زهرابیان سال 1140 یک آگهی طراحی لوگو توی روزنامه کیهان میبینه. به خاطر تجربه خوبش توی دبیرستان که برنده مسابقه طراحی لوگوی دبیرستان شده بود، تصمیم میگیره که توی این مسابقه شرکت کنه. ادوارد 21 ساله اون موقع سفر زیاد میکرده و علاقه زیادی هم به تاریخ داشته و زمان ایده‌یابی برای طراحی این لوگو هم یاد سرستون‌های شیردال تخت جمشید میفته. شیردال یک حیوان اساطیریه که تن شیر داره، گوش‌های اسب داره و صورت شبیه به دال داره. شیردال میتونه وزن سنگینی رو هم حمل کنه. زهرابیان میگه چون شرکت هواپیمایی ملی ایران بعد به پنجقاره سفر میکرده و بار سنگین هویت ایرانی رو هم با خودش به دوش میکشیده، این بهترین نماد براشه. نتیجه میشه این و زهرابیان همراه با توضیحاتش میفرسته برای مسابقه. چند وقتی میگذره و هیچ خبری از این مسابقه نمیاد. زهرابیان پا میشه میره و زنگ میزنه به شرکت. میگه آقا این نتیجه مسابقه ما چی شد؟ اینا میگن تو کی هستی؟ اینم میگه من فلانیم. اینا میگن پاشو بیا کارت بنده شده. اینطوریه که یکی از بهترین لوگوهای ایرانی طراحی و ثبت میشه. من حسن سعادتی ام و اینجا سیاه دیزاینه. ما تو این سری درباره لوگوها صحبت کنیم. مثلا اینکه